وقتی تو حوزه طراحی رابط کاربری یو آی یو ایکس ذره جلوتر میرید و دیزایناتون از اون دیزاین تک صفحه‌ای بیرون میره، با چیزی روبرو میشید. شما دارید نصف الماناتون رو کپی پیست میکنید، از همون المان ها تو دیزاینتون استفاده میکنید، مثلا کارت ها، باتن ها، آیکون ها، اینپوت ها. حالا مشکل اصلی اینجا پیش میاد که کارفرما میاد ازمون میخواد رو همه اینا ادیت بدیم که اگه تعدادشون زیاد باشه ما مجبوریم بریم تک به تک رو همه اینا ادیت بدیم و یه تایم وحشتناکی اما میگیره. اینجاست که با این مفهوم جدید باید آشنا باشیم، کامپوننت ها. سلام، من حسینم و اینجا مینیماله، چنل یوتیوب مینیمال. بیاین اول با مفهوم کامپوننت آشناتون کنم. کامپوننت چیه، به چه دردمون میخوره؟ کامپوننت رو بخوام تو خلاصه ترین حالتش بهتون بگم، کامپوننت یه تمپلیت از یه آیتم، از یه المان، از یه کارت، از یه باتن، از یه اینپوت، فرقی نمیکنه. هر چیزی رو شما میتونید کامپوننت کنید. از یه آیتمی یه تمپلیت میسازید و از همون تمپلیت کپی‌های مختلف میگیرید که ما اینجا به کپی‌ها میگیم وریانت و اون وریانت ها رو تو جای مختلف دیزاینتون استفاده میکنید. حالا چه فرقی کرد با همون کپی پیست کردنمون؟ تفاوتش اینجاست. شما توی کامپوننت ها میتونید یه مستر کامپوننت داشته باشید که همون کامپوننت اصلی مونه. اگه هر تغییری داخل اون مستر کامپوننت بدید، اتوماتیک تو تمام اون وریانت های همون کپیامون اعمال میشه و این اون مزیت مهمه کامپوننت هاست که خیلی تو دیزاین به دردمون میخوره، کیفیت کارمون رو زیاد میکنه، سرعتمون رو زیاد میکنه. پس تو این ویدیو میپردازیم به همین کامپوننت ها، کامپوننت ست با هم دیگه باتن میسازیم و تمام حالت هایی که اون آپشن هایی که کامپوننت داره مثل وریانت ها، بولین، اینستنسز کامپوننت یا تکس رو من داخل همین کامپوننت ستمون که باتنه اعمال میکنم که تو این ویدیو متوجه بشید دقیقاً چه جوریه. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا آخر ویدیو هم همراه من باشید. اول که برای ساخت کامپوننت دو تا حالت بیشتر ندارید، یا اینکه رو فریمتون بیاد راست کلیک کنید و روی کرییت کامپوننت کلیک کنید، یا میتونید از شورتکات کنترل آلت کم استفاده کنید، یا هم که همین فریمتون رو انتخاب میکنید، میاید این قسمت بالا روی این کرییت کامپوننت کلیک میکنید. حالا ما دو جور کامپوننت داریم. یکیش همین کامپوننت، این میشه مورد اولی که اگر من ازش یه وریانتی بسازم، هر تغییری تو مستر کامپوننت بدم، اون تغییر داخل وریانت هم اعمال میشه. مثلا میام حتی رنگش رو عوض میکنم، تغییر اعمال میشه. هر تغییری بدم داخل وریانت هم اعمال میشه. حالا چجوری بفهمم کدوم کامپوننت هم مستره؟ شاید من وریانت های زیادی ساخته باشم، مثلا از این تو 100 جای دیگه استفاده کردم. برای اینکه برم رو این مستر کامپوننت، چون داخل فریم تفاوتی ندارن، دوتاش هم یه چیزه، میتونید رو وریانتتون کلیک کنید و روی این قسمت گو تو مین کامپوننت بزنید، خودش میره کامپوننت اصلیمون رو انتخاب میکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ برای اینکه به کامپوننت هاتون دسترسی راحت‌تری داشته باشید، مستر کامپوننت ها رو گم نکنید یا تغییری اشتباهی داخلش ندید، میتونید اون مستر کامپوننت رو داخل یه صفحه دیگه نگه دارید. مثلا من میتونم همین مستر کامپوننت همو بفرستم داخل یه صفحه مثل نمیدونم دیزاین سیستم، کامپوننتس، آرکایو و اونجا نگهداریش کنم. برای این کارم کافی راست کلیک بزنید، موو تو پیج انتخاب میکنید، هر پیجی دوست داشتید میره داخل اون پیج. وریانتاش هم به هم نمیریزه، چون اگه کات کنید وریانت ها به هم میریزن. این میشه نوع اول کامپوننتمون. نوع دوم کامپوننتمون چیه؟ ما یه حالت دیگه برای کامپوننت ها داریم که اسمش کامپوننت سته. مثلا این باتن یه کامپوننت سته، یا این یه کامپوننت سته، یکی از دیزاین‌های قبلی منه مثلا. حالا کامپوننت ست چیه؟ برای اینکه یه دسترسی راحتی به حالت‌های مختلف یه المان، یه کامپوننت داشته باشید، میایم همونا رو داخل یه کامپوننت ست قرار میدیم و یه سری پراپرتی بهش میدیم که ما به این قسمت میگیم پراپرتی. یه سری پراپرتی بهش میدیم برای اینکه دسترسی راحت‌تری بهشون داشته باشیم. مثلا من اگه برم داخل این باتنم، من برای اینا هم یه سری پراپرتی تنظیم کردم. اوکی، اگه یکی از اینا رو بکشم بیرون، یعنی یه وریانت از این کامپوننت هم بسازم، میبینید که اون پراپرتی ها رو من الان اینجا دارم. من میتونم هر تغییری خواستم روی این کامپوننت ها بدم، حالت های مختلف کامپوننت هم رو بیام اینجا انتخاب کنم با استفاده از همین پراپرتی هایی که خودمون ساختیم. این میشه کامپوننت ست، مجموعه از کامپوننت ها که ما میایم حالت های مختلف براش ست میکنیم و ازشون تو جای مختلف استفاده میکنیم، که تو این ویدیو هم قرار همین کامپوننت ست رو با هم بسازیم. حالا اون پراپرتی هایی که بهتون گفتم چیه؟ ما 4 تا پراپرتی داخل فیگما داریم. وریانت که میشه این دو قسمت، اینا رو بهش میگیم وریانت که میتونیم حالت های مختلف یه المان رو انتخاب کنیم. حالت دوم بولینه، ما میتونیم بیایم بگیم که این باتن آیکون داشته باشه یا نداشته باشه، ما بهش میگیم بولین. اینستنس سواب یه حالتیه که وقتی از لایبرری ها استفاده میکنید یا از دیزاین سیستم ها، میتونید از این قسمت، از این
پراپرتی هامون بدون اینکه تغییرات تو باتن بدیم آیکون رو عوض کنیم. این میشه اینستنس سواب و تکس هم دقیقاً همین حالت. ما میتونیم از قسمت پراپرتی ها تکس داخل باتنمون رو تغییر بدیم. مثلا من مینویسم خرید دوره و تکس تو این قسمت تغییر میکنه بدون اینکه بخوام کلیک کنم داخل باتنمون یه تکس بنویسم. کل پراپرتی های فیگما خلاصه میشن تو این 4 تا حالت. حالا با این 4 تا حالت میتونیم تمام آیتم های داخل کامپوننتمون رو کاستوم کنیم. هیچ محدودیتی هم نداریم که در ادامه همینا رو بهتون میگم چجوری و به چه روشی باید بسازید. بریم سراغ ساختن کامپوننت ستمون. خب اینو باید در نظر بگیرید. برای اینکه کامپوننت ست بسازید باید بیاید تمام حالت‌های مختلف یه المان رو بسازید، بعد بیاید همه رو با هم یه کامپوننت ست کنید، بعد شروع کنید به تنظیم کردن پراپرتی ها. میام حالت‌های مختلف این باتنم رو میسازم و تمام فریم هامو انتخاب میکنم. میام روی این قسمت، ما گفتیم از اینجا میتونیم کرییت کامپوننت کنیم. میام روی این قسمت و ما 3 تا آپشن دیگه داریم. همین که اولیش کرییت کامپوننت، دومیش مولتیپل کامپوننت که میاد همه اینا رو یه کامپوننت جداگونه میسازه، سومیش کامپوننت سته، میاد همه اینا رو یه کامپوننت ست میکنه. ما اولین آپشنی که میخوایم بدیم به این کامپوننت ها اینه که 3 تا حالت براشون مشخص کنیم: فیل یا پرایمری، اوتلاین یا سکندری و حالت دیزیبل. همونطور که دسته‌بندی کردم میام کامپوننت ستم رو انتخاب میکنم. میام تو این بخش مثلا برای این مینویسم تیپ باتنم قراره چی باشه. میام این 3 تا که پرایمریان رو انتخاب میکنم. اینجا براشون میزنم فیل یا پرایمری میتونید بزنید. میام 3 تای دوم انتخاب میکنم و براشون میزنم اوتلاین و 3 تای آخری هم انتخاب میکنم براشون میزنم دیزیبل. ما الان اگر اینو بکشم بیرون یه پریویو ازش ببینیم، ما الان یه وریانتی داریم که اسمش تیپ یا یه پراپرتی داریم اسمش تیپ و 3 تا حالت براش داریم: اوتلاین، فیل یا دیزیبل. خب این تا اینجای کار. حالا میخوایم مشخص کنیم آیکونمون سمت راست باتنمون باشه یا سمت چپ باتنمون. برای همین پراپرتی هم میام دقیقاً همین کاری که انجام دادیم و دوباره انجام میدیم. میام کامپوننت ست رو انتخاب میکنم، میام روی این بخش یه وریانت جدید میسازم، اسمشو میزنم آیکون پلیس. یه ولیوشو فعلا وارد میکنم رایت، یعنی سمت راست. خب ما الان 3 تا آیتم داریم که آیکونش سمت راسته، 3 تا باتن داریم آیکونش سمت راسته، 3 تا باتن داریم آیکونش سمت چپه. خب من میام این 3 تایی که آیکونش سمت راسته رو انتخاب میکنم، آیکون پلیسشو میذارم روی رایت. میام این 3 تای سمت چپم انتخاب میکنم، اینو میخوایم بزنیم لفت دیگه. میام دراپ داونشو باز میکنم، اد نیو میزنم و یه ولیو جدید براش میزنم لفت. اگه برم روی کامپوننت اصلیم الان ما یه پراپرتی جدید داریم رایت لفت. ما حالا 2 تا پراپرتی اولمون رو زدیم، مهمترین بخشامون رو زدیم، ولی خب این 3 تای پایینی موندن. اینا رو قرار چیکار کنیم؟ دوباره میایم روی کامپوننت ستمون و یه وریانت جدید براش میسازیم، اسمشو میزنم آنلی آیکون. ولیوش خیلی مهمه. وقتی توی فیگما ما میایم برای وریانتی داخل کامپوننت ست 2 تا ولیو ترو یا فالس رو مشخص میکنیم، اون وریانت تبدیل میشه به یه تاگل باتن. یعنی چی؟ من میام اینجا براش میزنم ترو و وریانتمو میسازم آنلی آیکون. میام این 3 تا رو که میخوایم آنلی آیکون باشه دیگه میذارم رو ترو. این 6 تا مابقی رو میام دوباره یه اد نیو براش میزنم روی فالس. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ اگه برم رو کامپوننت اصلیم این اتفاق میفته که نکنید هر وریانتی که ولیو ترو فالس بهش بدیم اینجا تبدیل میشه به تاگل باتن. این چه اتفاقی افتاد؟ حتی اگه من بیام فیل رو انتخاب کنم آنلی آیکونش با یه تاگل باتن سلکت میشه. اینم از این. مورد بعدی که باید بهش برسیم اینه که من میخوام این باتن ها بعضی جا آیکون نداشته باشن، بعضی جا آیکون داشته باشن. میخوام باتن معمولی باشه. برای این کار میریم سراغ بولین ها. میام اینجا روی اد پراپرتی میزنم و یه بولین میسازم. از اینجا بعدش یه ذره پیچیده میشه، خوب دقت کنید. من میام یه بولین میسازم و بولین ها همیشه تاگل باتنن، یا ترو یا فالس، خارج از این دو حالت نداره. میام یه پراپرتی میسازم و اسمشو میذارم هز آیکون، یعنی آیکون دارد یا ندارد. اوکی. میام اون آیکون هایی که میخوام این بولین روشون باشه رو انتخاب میکنم. من میخوام این آیکون یا ترو باشه یا فالس باشه دیگه. وقتی آیکونامو انتخاب کردم میام روی این قسمت و روی اپلای بولین پراپرتی میزنم. وقتی اومدم این قسمت میتونم یکی جدیدشو بسازم، ولی ما خب قبلا ساختیم دیگه. میام هز آیکونی که ساختیم رو انتخاب میکنم. الان چه اتفاقی افتاد؟ این هز آیکونی که ما توی کامپوننت ستمون ساختیم بولین اومد این بخش. میتونیم حالا تیکشو بزنیم برداریم. حالا من اگه برم رو اون پریویو و کامپوننتمو انتخاب کنم، اینجا میبینم یه باتن جدید برام اومده، هز آیکون. اگه تیک اینو بزنم نمیشه چه اتفاقی میفته؟ حالا به همین منوال جلو میریم. میام الان من میخوام تکسمو
دقیقاً مثل این بخش پراپرتی هام بنویسم. بولیان رو که دیدی چیکار کردیم، دقیقاً به همون صورت اینجا هم همون کار میکنیم. دوباره میام یه اد وریانت میزنم، این بار میزنم روی تکستمو میسازم، تغییری بهش نمیدم، ولیوش هم میزنم شرکت در دوره. ما اومدیم توی بولیان آیکون انتخاب کردیم، حالا میخوایم رو تکست تغییرات بدیم دیگه، درسته؟ میام تکستمون انتخاب میکنیم و میام روی این بخش و اپلای تکست پراپرتی رو میزنم توی این بخش، توی بخش تایپوگرافی. انتخابش که کردم، ما یه تکست ساختیم دیگه، درسته؟ میام همون تکست رو انتخاب میکنم. اگه برم روی پریویوم چه اتفاقی میفته؟ ما یه پراپرتی جدید اینجا داریم، خرید دوره. اگه اینتر بزنم، تکستم از اینجا اپلای میشه رو اینجا. این هم از تکست میمونه مورد آخرمون. ما میخوایم یه حالتی هم داشته باشیم که آیکون هامون رو مثل این بخش از داخل پراپرتیمون تغییر بدیم، درسته؟ خب میام کامپوننت ست هم انتخاب میکنم و میام براش اینستنس سواب میسازم. اوکی، اسمشو میذارم اینستنس سواب. آیکونش هم فعلا همین آیکونی که دارم رو انتخاب میکنم، یا میتونید از همون آیکونهای خودتون استفاده کنید، همون که تو پروژهتون هست، یا هم که حالا چون من از این لایبرری استفاده میکنم از همون استفاده کنید. اوکی، ما الان یه اینستنس سواب داریم. میام آیکون هامو انتخاب میکنم و میایم روی این بخش، ما بولیان رو اینجا ست کردیم، میام روی این قسمت، این بار میام روی اپلای اینستنس سواب پراپرتی میزنم، بعد همون اینستنسزی که ساختیم رو براش اپلای میکنم. اگه برم روی این بخش میبینید که یه پراپرتی جدید بهش اضافه شده. میتونیم از اینجا آیکونش رو تغییر بدیم بدون اینکه بخوایم کامپوننت رو دیتچ کنیم یا تغییراتی داخلش بدیم. میتونیم از همینجا هر آیکونی که دوست داشتیم رو داخلش بذاریم. فایل همین پروژه‌ای هم که کار میکنم و توی تلگرام میذارم براتون، یه ذره به هم ریخته است، هنوز نذاشتم. اوتو لی‌آوت قبلی هم براتون میذارم، حتما با همین ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. سوالی داشتین داخل کامنت ها بپرسید. مرسی که تا اینجا ویدیو با هم بودید.